جنگ آغاز شده بود. میراث هیتلر در هر شهر اشغالی چیزی نبود جز کشتار، ویرانی، بازداشت یهودیان و آوارگی هزاران انسان بیگناه، حتی در شهرهایی که هنوز صدای چکمه‌های ارتش نازی به آن نرسیده بود. ایران اعلام بی‌طرفی کرد، اما این بی‌طرفی دیری نپایید. از جنوب تا مرکز کشور زیر سلطه نیروهای بریتانیایی قرار گرفت و از مرکز تا شمال در تصرف ارتش سرخ شوروی درآمد. سرنوشتی مشابه آنچه در سپتامبر 1939 برای لهستان رقم خورد. آلمان و شوروی لهستان را میان خود تقسیم کردند و سرنوشت میلیون‌ها لهستانی را به دستان جنگ سپردند. صدها هزار لهستانی به شرق شوروی تبعید شدند، جایی که اردوگاه‌های کار اجباری و سرمای کشنده جان بسیاری را گرفت. گرسنگی، بیماری و کار طاقت فرسا مرگ را از چنگ دیکتاتورها رو بود. اما در 1941 پس از حمله آلمان به شوروی همه چیز تغییر کرد. دولت در تبعید لهستان با استالین توافق کرد تا ارتشی از زندانیان آزاد شده تشکیل دهد. زنان، کودکان و سالمندان لهستانی نیز اجازه یافتند خاک شوروی را ترک کنند. مقصد آنها ایران. بندر پهلوی به کانون امن پناهجویان لهستانی تبدیل شد. روزانه تا 2500 نفر از طریق دریای خزر وارد ایران می شدند. در مجموع بیش از 1016 نفر شامل 74,000 نظامی و 41,000 غیر نظامی به ایران منتقل شدند. از جمله 5 تا 6,000 یهودی لهستانی. در یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ، ایران میزبان بیش از 120,000 پناهجوی لهستانی شد. مردمانی که در اصفهان، تهران و اهواز اسکان یافتند. به ویژه در اصفهان، به دلیل حضور کودکان بی سرپرست، این شهر به شهر کودکان لهستانی شهرت یافت. با وجود قحطی و سختی‌های بسیار، ایرانیان با گرمی و مهمان نوازی از این غریبه‌های درمانده پذیرایی کردند. برخی از پناهجویان پس از مدتی ایران را ترک کردند، اما گروهی نیز تا پایان عمر در این سرزمین ماندند. گورستان کاتولیک دولاب در تهران آرامگاه حدود 2000 لهستانی است که در ایران جان سپردند. یادگاری خاموش اما عمیق از پیوندی انسانی در میانه جنگ بی‌رحم.